برای تشخیص تیپ پوستی ابتدا با یه شوینده مخصوص پوست رو میشوریم و 30 دقیقه صبر میکنیم. یه دستمال کاغذی رو برمیداریم روی پیشونی میکشیم. اگر دستمال کاغذی چرب شد متوجه میشیم که پوست ما چرب هستش و اگر هیچ چیزی نشون داده نشد دوباره 1 تا 2 ساعت صبر میکنیم. دستمال کاغذی رو دوباره روی پیشونی میکشیم. اگر چربی ایجاد شد پس پوست نرمال هستش. و برای پوست خشک هم اگر چند ساعت هم صبر بکنن هیچ چربی ایجاد نمیشه و حتی بعد از شستن هم یک کشیدگی روی صورت حس میکنن. برای پوست حساس هم که مشخص از خشکی بیش از حد هست و این افراد حتما باید محصولات مخصوص پوست خودشون استفاده کنن. برای پوست های مختلف هم که بخوایم تشخیص بدیم قسمت تی صورت یعنی پیشونی، بینی و چونه بیشتر چرب هست و روی رگ‌ها حس خشکی یا کشیدگی پوست رو دارن.